ارتش عراق یک قسمت شهر رمادی ولایت غربی انبار را که تحت تصرف آشوبگران مربوط با سازمان القاعده قرار گرفته است، مورد آتش قرار داد. پیش بینی می شود که ارتش حکومت عراق موقع‌های آشوبگران را در شهر فلوجه این ولایت هم آتشباران خواهد کرد و همین طریق آتشبس یک ماهه در این گوشه ناآرام عراق به پایان می رسد. در پاکستان دانشجویان فعال معرکه ترغیب تحصیل کودکان را راه اندازی نمودند. فعالان سازمان دانشجویان پختونخوا به دهات دوردست ولایت بلوچستان سفر نموده از مردم محلی تقاضا کردند که کودکانشان را برای تحصیل نامنویس کنند. جماعت پیروان دین هندوی پاکستان جشن مراسم حالی این ساله را لغو نموده از حکومت این کشور طلب کردند که امنیت اقلیت‌های مذهبی را کفالت دهند. روز شنبه گذشته در ولایت سیند یک عبادتگاه هندوها را آتش زده بودند. در افغانستان کمیسیون مرکزی انتخابات با هدف ترغیب آگاهی مردم از روند انتخابات نمایشگاه افتتاح نمود. با زیارت از این نمایشگاه نمایندگان حکومت و سازمان‌های غیر دولتی افغانستان دعوت شده‌اند. 5 اپریل در افغانستان انتخابات پرزیدنتی و انتخابات شوراهای محلی برپا خواهد شد. باران‌های پی در پی در گوشه‌های مختلف افغانستان باعث مرگ کمش 9 نفر گشته‌اند. بیش از 100 منزل زیست تخریب شده است. تنها در کابل بر اثر باران 3 روزه بدون توقف خانه فرو ریخته 3 کودک وفات کردند.